جسد یک نظامی تاجیک تبار روس را روز 23 اپریل در شهر برناول فدراسیون روسیه به خاک سپردند. به گفته پیوندانش، ابوبکر نازیموف 24 ساله روز 12 اپریل در شهر خارکوف کشته شده است. ابوبکر 15 فوریه برای عملیات جنگی به اوکراین سفربر شده بود. در چندین نواری که پیوندان این سرباز به رادیو آزادی فرستادند، در مراسم دفن او افسران بلندپایه روس شرکت داشتند و گفتند که در آن عملیات همراه نازیموف باز چندین نظامی دیگر کشته شده است. به قول آنها حادثه زمانی رخ داده است که گروهی از سربازان روسیه برای اشغال شهر خارکوف و احاطه کردن اهالی آن حرکت می‌کردند. ابوبکر نازیموف همراه دو فرمانده گروه سربازان در صف پیش بودند و از ضرب خونپاره به هلاکت رسیدند. ابوبکر نازیموف زاده ناحیه اشت تاجیکستان پس از ختم آموزشگاه کسبی و گرفتن شناسنامه روسی از سال 2018 به خدمت حربی شهر نوسیبیرسک روسیه رفته، طول 2 سال آخر به طریق شرطنامه‌ای با رتبه سرژانت در قسم نظامی شهر سمره فعالیت برده است. پیوندانش میگویند طول سالهای فعالیتش در ارتش روسیه سال 2020 به مدت 5 ماه در منطقه نظامی لاهور تاجیکستان هم مشق نظامی کرده است. و پیش از سفرش به اوکراین همچون فرمانده قسم نظامی 212-0208 شهر مسکو دعوت شده و بیشتر از 1 ماه در آنجا فعالیت برده است. سنوات مدابید و خاله این سرباز کشته شده در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از روسیه گفت ابوبکر نازیموف 7 سال آخر زیر پرستاری او قرار داشت و با خواهش خود به صف ارتش روسیه پیوسته است. مدابید و میگه جنش پسر یگانه برای والدینش بود و امسال نیت داشتند او را عائله‌دار کنند. والدین این سرباز نیز در روسیه کار و زندگی میکنند و برای دفن فرزندشان در قبرستان شهر برناول رضایت دادند. مقامات نظامی روسیه به عائله آنها وعده کمک کرده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.